سیاهچاله آماده باش تو این ویدیو مغزت بکنه. همیشه تو فیلم ها شنیدیم سیاهچاله رو، تو تلویزیون دیدیم، تو مطالب، تو کتاب ها. همیشه برای من خود من سوال بوده که این سیاهچاله اصلا چیه. امروز قراره تو این ویدیو بریم با هم سیاهچاله رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا چه نظریه های پشتش هست، چی میگن در موردش. کسی که تا حالا از نزدیک ندیدتش. پس بریم در مورد نظریه ها و فیزیک و حالا حقایق عامیانه صحبت کنیم. از بین تمام رازهای جهان هیچ چیزی به اندازه سیاهچاله مرموز و سیاه و دارک و خطرناک به نظر نمیاد. جایی که قوانین فیزیکی که میشناسیم به لرزه در میان، زمان کند میشه، نور نمیتونه فرار کنه و یه مکانی که هر چیزی واردش بشه سرنوشتش فقط یک چیزه: نابودی کامل. اولین چیزی که باید بشناسیم مرموزترین و دیوانه کننده ترین مرز عالمه که بهش میگن افق رویداد. عنوان نمیتونیم برگردیم. اگه از این مرزی که اسمش افق رویداده عبور کنی، حتی اگه سرعتت به اندازه سرعت نور هم باشه نمیتونی ازش فرار کنی، چون خود نور هم نمیتونه از اون مرز، اگه ازش بگذره نمیتونه از اون مرز برگرده. فرض کن داری از دور به یه سیاهچاله نگاه میکنی و یه نفر دیگه داره نزدیک سیاهچاله میشه. همه چیز برای اون کسی که داره نزدیک سیاهچاله میشه عادیه، طبیعیه، ولی برای تویی که داری از دور نگاش میکنی همه چیز رفته به نظر تو کند میاد. حتی اگه اون کسی که داره نزدیک سیاهچاله میشه یه ساعت بزرگ داشته باشه که عقربه هاش دارن تکون میخورن، اگه بتونی اون عقربه رو ببینی، عقربه آروم آروم سرعت حرکتش کندتر میشه. یعنی یک ثانیه خیلی کندتر به نظر میاد تا محیط خودت. ولی برای اون کسی که داره نزدیک سیاهچاله میشه همه چیز طبیعیه و تغییر خاصی رو حس نمیکنه، تا جایی که تو به عنوان ناظر وقتی داری میبینی، وقتی اون شخص به افق رویداد، به مرز افق رویداد نزدیک شد، علنا دیگه یه جوری به نظر میرسه که انقدر کند میشه که انگار زمان وایستاده. اون کسی که داره نزدیک سیاهچاله میشه هیچ چیزی رو حس نمیکنه، حتی وقتی خط افق رویداد رو رد میکنه اصلا موقعی که داره ازش رد میشه هم حس نمیکنه. ولی باید بدونه که وقتی از اون خط گذشت دیگه به هیچ عنوان نمیتونه برگرده. چرا؟ حتی نور هم نمیتونه فرار کنه. خب به این دلیل نیست که سرعت نور کمه اونجا، به این دلیله که در اطراف سیاهچاله خط فضا و زمان انقدر کج میشه که نورم با خودش میکشه تو. یعنی اگه حتی نور هم بخواد از اونجا فرار کنه، انقدر جایی که هست، انقدر اون خط فضا زمانش فشرده شده، داخل کشیده شده که هر چقدر میره جلو به جایی نمیرسه. نور هر بار تلاش میکنه که از اونجا فرار کنه، دوباره میبینه که من این همه راه اومدم ولی دوباره همون جای قبلیم، یا حتی برگشتم داخل‌تر. فکر کن توی خونه نشستی و خونه و خودت با هم دارین میرین. حالا خواهش میکنم تو توی خونه بود. فرض کن روی کره زمین وایستادی، هی داری میدوی که به جایی برسی، در حالی که بیخبر از اینی که خود کره زمین داره کشیده میشه به سمتش. تو هر چقدر بدوی مکانت همونجاست و کره زمین داره کشیده میشه. یه نظریه‌ای وجود داره به نام نظریه اسپاگتیفیکیشن. این نظریه چی میگه؟ میگه که شما هر چقدر نزدیک سیاهچاله بشی تبدیل به یه خط میشی. چرا؟ چون درسته شاید مثلا حالا متوسط قدمون 1.80 1.70 دیگه، ولی تو اگه از پات به سیاهچاله نزدیکتر بشی، هی نزدیکتر و نزدیکتر، قدرت جاذبه، فشار جاذبه اطراف پاهات انقدر بیشتر از سرته که تو رو تکه تکه میکنه. تکه تکه. اول پاهاتو میکشه، بعد نزدیکتر میشی میاد بالاتر تا سرت. اینجوری نیست که به صورت یه جسم کامل وارد سیاهچاله بشی. اختلاف جاذبه روی پاهات خیلی 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 بیشتر از روی سرته، تا جایی که انقدر تیکه تیکه میشی، انقدر ریز ریز میشی که به یه خط صاف تبدیل میشی. حتی تو رو تا اتم تجزیه میکنه، الکترون ها تو میگیره، پروتون رو متلاشی میکنه و تا اتم، تا
ذره زیر اتمی الکترون تو رو تجزیه میکنه و میکشه سمت خودش. خیلی جالب بود این نظریه. بیا یکم فرض کنیم یا یکم تصور کنیم این نظریه رو. نزدیکش که میشی پاهاتو اول میکشه، خب پوستتو نابود میکنه، میرسه به عضله هاتو میکشه، بعد میرسه به استخون ها رو میکشه، کم کم استخون خودش متلاشی میشه، تبدیل به مولکول میشه، دوباره مولکول رو میکشه، دوباره مولکول رو کشید تبدیل به اتم میشه. فکر کن مثل یه شکلات تافی کش میای. یه نظریه هست به اسم نظریه تکینگی، جایی که فیزیک متلاشی میشه. تکینگی میگه که داخل سیاهچاله تا بی نهایت یک جسم بسیار سنگین، بسیار جرمدار اومده تا بی نهایت کوچیک شده. شما فرض کن این جسم ایشونه یه جسمه تا بی نهایت، تا جایی که ممکنه اصلا ته نداره میاد کوچولو میشه. ولی جرم این هزاران برابر کره زمینه، بی نهایت برابر کره زمینه و این ذره بی نهایت فشرده هر چقدر جرمش بیشتر باشه نیروی جاذبهش بیشتره، در حدی که بهتون گفتم شما رو تجزیه میکنه به الکترون و پروتون. دو تا نظریه حول محور این تکینگی داریم که یکیشون میگه این جسم تا بی نهایت کوچیکه، یکیشون میگه اصلا بی نهایت وجود نداره. در همین حد در موردش صحبت کنیم که اگه این دوتا معادله، این دوتا نظریه‌ای که مقابل همن حل بشن و بتونن تکینگی رو توضیح بدن، کاملا در مورد سیاهچاله همه چیز رو میفهمیم و میفهمیم که داخلش چیه. و از موقعی که انسان سیاهچاله رو شناخته نتونسته این معادله رو حل کنه. آیا سیاهچاله ها دروازه‌ای به یه دنیای دیگه هستن؟ این مطلب علمی نیست ولی جذاب تره. برخی نظریه ها میگن سیاهچاله شاید یک پایان نیست، بلکه یه دروازه به یه محیط دیگه است، به یه دنیای دیگه، اصلا به یه جهان موازی، یا حتی خروجی یک سفیدچاله است. در مورد سفیدچاله هم بگم که درست برعکس سیاهچاله است. یعنی سیاهچاله که همه چیز رو میکشه به خودش، سفیدچاله هم همه چیز رو از خودش یعنی فکر کن سیاهچاله یه ورودیه، سفیدچاله یه خروجی. تا وقتی نریم توش نمیفهمیم چه اتفاقی توش میفته. شاید کامل نابود بشیم، شاید وارد یه دنیای جدیدتر، یه دنیای دیگه بشیم. شاید براتون سوال پیش بیاد که سرنوشت یه سیاهچاله چی میشه؟ در سال 1974 استیون هاوکینگز یه نظریه در مورد این داده که بهش میگن نظریه تابش هاوکینگز. طبق این نظریه در کنار افق رویداد یه سیاهچاله دو تا ذره کوانتومی تشکیل میشن. یه ذره برمیگرده داخل خود سیاهچاله و یه ذره دیگه تابش میکنه به سمت بیرون. هاوکینگز میگه که انقدر این اتفاق میفته تا آرام یعنی آروم سیاهچاله نابود میشه. انقدر ذرات خودش رو اینجوری تابش میده که کم کم خاموش میشه و از بین میره. یه مشکلی وجود داره در مورد نظریه استیون هاوکینگز که شاید ممکنه تریلیاردها سال طول بکشه که یه سیاهچاله از بین بره. انقدر زیاد که اگه کل دنیا نابود بشه، همه ستاره ها سرد بشن، خاموش بشن، سیاهچاله ها آخرین چیزهای آسمانی هستن که از بین میرن. اگه پیشنهادی دارین در مورد ساخت ویدیو یا موضوعی ذهنتون رو اذیت میکنه، میخواین در موردشون ویدیو درست کنیم، من در خدمت شما. اگه دوست داشتین حتما سابسکرایب کنید.